بعضا دیگران نه، خود شما خطا میکنید. مثال خود من هم شریک عالی نبودم. بودند حالتهایی که من وعده داده در وقتش اجرا نکردم. نمیفهمیدم. من نمیفهمیدم که در نوبت اول آن را کردن در کار و این همه باعث مشکلی ها گشت و غیره. برای همین در آن درس همش مشخص هست. من در شریکی تجربه کلان دارم. از همه مهمترین دانش و تجربه هایم را در درسم می آموزانم. کمبودی هایی را که کردن در کار نیست نشان می دهم و طرف های مثبت را چطور کردن در کار و غیره تا که نتیجه درست باشد. من این همه را قدم به قدم نشان می دهم. شاگردان من می آموزند که شرکت را به جلب سرمایه ها و شریکان چطور باید آماده کرد تا که کار کلانتر کرده شود. در آن درس همه سیستم هست. آن سیستم مکمل است. الگوریتم مرتب، قدم به قدم کردن در کار. آن تکنولوژی است. آن را بیرون کردن نمی شود. تکنولوژی چیست؟ آنچه که نتیجه خوبی کفالتناک می دهد. آن همین تکنولوژی است. خطاها می شوند، اما باید طرز اصلاح خطاها را دانید. باید چطور با راه بنقشه کشی و پیش بینی کنی خطاها را کم کردن ممکن، یعنی خطرها را اداره کردن ممکن.